بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتان بخیر. انشالله که خوب و صحتمند باشین و درس‌های گذشته‌تان هم خوب خوانده باشین، متوجه صحتتان باشین، نظافتتان را رعایت کنین و همیشه صحتمند و خوش و سرحال باشین. بیاین که بخیر درس خود شروع کنیم و ببینیم که کدام مضمون و کدام درس است. من مطمئن هستم حتما کتابتان باز کردین، تقسیم اوقاتتان هم میفهمین و میفهمین که کدام استاد است که برتان درس میده. بدون شک به شکل است. تشکر. درس ما درس 17 فصل دوم جغرافی صنف 9 است. در مورد موقعیت استرالیا گفته. البته این فصلتان مکمل در مورد قاره استرالیا است. ما و شما در این فصل سفر خواهد داشتیم به قاره استرالیا و استرالیا را خواهد شناختیم که در کجا موقعیت داره، حدود عربیش به چی شکل است، بالاخره وضعیت طبیعی این قاره به چی شکل است، در مورد نفوسش، در مورد زبانهایش، در مورد دینش، در مورد مردمش حتما خواهد فهمیدیم. اما یک مرور کوتاه به درس قبلی خودم داشته باشیم که مربوط فصل اول کتابتان میشد. در درس گذشته ما شما در مورد حمل و نقل آبی قاره افریقا گفتیم که دریاهایی که در قاره افریقا است منبع خوب، منبع عایداتی و راه مواصلاتی این قاره در بین کشورهای افریقایی و حتی بیرون از قاره افریقا است که بدون شک در موردش کاملا خواندیم فهمیدیم. براتون چند سوال کارخانگی هم داده بودم که حل کردین، باز من انشالله میبرم. اما بیاین که در این فصل و در این درس استرالیا را بشناسیم و یک سفر داشته باشیم به این قاره. پیش از او اهداف درس بگیم. وقت ما شما در مورد استرالیا میگیم باید اهداف درس بفهمیم که ما شما چرا در این فصل باید این موضوعات بخوانیم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. اولین هدف درس ما شما آشنایی با قاره استرالیا است و هدف دوم درس ما شما کسب معلومات در مورد حدود عربه قاره استرالیا است و چگونگی کشف این قاره. بیاین که بخیر سفر خود به کوچکترین قاره جهان شروع کنیم. این که چرا کوچک گفتم حال خواهد فهمیدیم. بر اعظم کوچک استرالیا که یک جزیره کلان هم گفته میشه و بسیاری کسا جغرافیادانا به این باور هستند که قاره استرالیا یک جزیره بزرگ و کلان است. جزیره چیست؟ جاییست که چهار طرفش کاملا آب است و هیچ سمتش، هیچ طرفش به خشکی راه نداره. فقط یک خشکی بزرگ است که چهار طرفش مکمل آب است و جغرافیادانها میگن که بر اعظم کوچک استرالیا یک جزیره کلان است که تقریبا قسمت زیادش یعنی 3/4 حصهش کاملا صحراست. استرالیا بین خطوط 12 درجه و 43 درجه عرض البلدهای جنوبی، 115 درجه و 154 درجه طول البلدهای شرقی موقعیت دارد. وقت شما کره زمین رو ببینین، کره خاکی رو ببینین، اونمو قسمت شمالی و جنوبی زمین ببینین، به اساس این عرض البلدها و طول البلدها و درجه‌ای که من براتون گفتم استرالیا در این قسمت زمین واقع شده و موقعیت داره. در شمال استرالیا بحیره تیمور، بحیره اورافورا و خلیج کارپیناتاریا و آبنای تورس موقعیت داره. انشالله که نامه رو من دقیق گفته باشم. این بحیره ها و جایی را که من خلیجا و آبنا را که براتون گفتیم در شمال استرالیا موقعیت داره و بحر هند در جنوب و غرب استرالیا قرار گرفته. خط ساحلی مجموعی استرالیا به 25760 کیلومتر میرسه. خط ساحلی مجموعی استرالیا به 25760 کیلومتر میرسه. پس این میشه موقعیت خود قاره استرالیا که ما شما فهمیدیم در کجای عرض البلدها و طول البلدها با درجاتی که من براتون گفتم واقع شده و در 4 سمت قاره استرالیا کجاها موقعیت داره که خود حدود عربهش میشه. اما بیاییم درباره کشف استرالیا بگیم. به نظرتان استرالیا را کی کشف کرده باشه؟
گفته میشه که تقریبا 50,000 سال قبل مردمای اولی به استرالیا رفتن و انگلیسا از سال 1789 میلادی اونا را به نام ابورجینالیس یاد کردن که یک کلمه لاتینی است و برای باشنده های اصلی و بومی استعمال میشه. این مردم از آسیای جنوب شرقی آمده بودن، کسایی که گفتیم 50,000 سال قبل با استرالیا رفتن و انگلیسا اونا را نامگذاری کردن که یک کلمه لاتینی است و برای باشنده‌های اصلی و بومی استعمال میشه. از کجا آمده بودن؟ از آسیای جنوب شرقی آمده بودن. 50,000 سال پیش توسط یخبندان پل‌های خاکی که بین استرالیا و آسیا وجود داشت و واقع شده بود، از راه همین پل‌ها و راه‌ها مردم‌ها و حیوانات میتونستن که از آسیا به استرالیا برن که این یک جریان 40,000 ساله بوده. یعنی 40,000 سال از این مسیر حیوانات می بردن، انسان ها می رفتن، عبور و مرور می شد، نقل و انتقالات می شد. اما بعدا کره زمین گرم میشه و یخبندان به ذوب شدن شروع میکنه که سطح آب بحر بالا می آید و به این ترتیب است که استرالیا به شکل یک جزیره ظاهر میشه و دیده میشه. اول زیر آب و تحت آب بوده. به خاطر چی؟ به خاطر که یخبندان بوده، آب یخ زده بوده، بالاخره این منطقه زمین دیده نمیشده. اما وقتی کره زمین به دلایل مختلف به سببهای مختلف گرم میشه، بالاخره آب تهنشین میشه، پایین میشینه و سطح آب پایین میه، جای به نام جزیره استرالیا ظاهر میشه و در سطح آب و از آب بالاتر میه. در سال 150 میلادی برای اولین بار یونانیا در مورد استرالیا نوشته میکنن که اونایی خشکه به نام تیرا استرالیس یاد میکنن و یا کناره جنوبی مسما میکنن که مردم زیاد علاقمند ای منطقه میشن و در جستجوی ای سرزمین ناآشنا میبراین. وقتی یونانیا در مورد ای جای، ای مکان و ای سرزمین میگه، مردم علاقمند میشه که باید برن اینجا را ببینن. بالاخره اینجا باید پیدا شه، شاید منابع در اونجا باشه، مناظر طبیعی خوب باشه و نیازهای خود بتونن از این منطقه و از این سرزمین از اینجا برآورده بسازن و به دست بیارن. از این خاطر علاقمند میشن. در قرن 16 و 17 پرتغالیا، اسپانیایی ها و هلندی ها علاقمندی تجارت به آسیا داشتن و تجارت میکردن. از این خاطر هم است که به اثر مسافرت ها و کشفیات زیاد بحری او زمان بود که استرالیا هم توسط اروپایی ها کشف میشه. به خاطر چی؟ به خاطر وقتی که از راههای بحری و از مسیرهای مختلف مسافرت میکنن، میرن به خشکه بر میخورن که اونم اونجا دیگه استرالیا بوده. که در سال 1606 میلادی اولین کشتی هلندی ها در خلیج کارپنتاریا در شمال استرالیا مقابل نیوگینه لنگر میاندازه. بعد از سال 1616 میلادی یک کشتی دیگه هلندی به خلیج شارک در غرب استرالیا میرسه. در 1.5 قرن بعدی مردمای مختلف هلندی، فرانسوی و انگلیسی هم با استرالیا که در او زمان به نام نیو هالند مسما بود مسافرت میکنن. اما در وقت او قدر حس شناسایی بیشتر یا مستعمره ساختن استرالیا دیگه وجود نداشت. فقط میخواستن برای مسافرت برن و ببینن و بالاخره بس چیزا را در اوجا بشناسن. نمیخواستن که اونجا را دیگه تحت استعمار خود قرار بدن یا این منطقه دیگه کشف شد. فقط یک سرزمینی بود که میخواستن برن. اما اولین بریتانوی یک کاپیتان کشتی بود به نام ویلیام دامپر که در سال 1688 میلادی به استرالیا میرسه. ما گفتیم که از نقاط مختلف، مردمای مختلف، از کشورهای مختلف بعد از اینکه یونانی‌ها در مورد این سرزمین نوشته میکنن، علاقمند میشن که برن اینجا را ببینن. بالاخره اینجا کشف شد که اولین بریتانیایی که یک کاپیتان کشتی بوده که نامش براتون گرفتم، ویلیام دامپر، در سال 1688 میلادی یادم هم به استرالیا میرسه. و در سال 1770 میلادی جیمز کوک انگلیسی اولین اروپایی است که به سواحل شرقی استرالیا میرسه و از طریق خلیج بوتانی، سیدنی کنونی
سواحل شرقی را میپیماید و او را به نام ولز نیو ساوت مسما میسازد. دقیق بگیم ولز نیو ساوت یا نیو ساوت ولز یاد میکنه و نامگذاری میکنه که در آغاز سال 1800 میلادی سیدنی به مرکز تجارتی در حال مبدل شدن بوده. به خاطر چی مرکز تجارتی؟ از نقاط مختلف دنیا مردم می آمدن در اینجا خرید و فروش می شده، بازار بوده، تجارت می کردن. از این خاطر یک مرکز تجارتی میشه و همچنان به خاطر کشف سایر نقاط استرالیا تلاش‌های هم صورت میگیره. میخواین که ببینن شاید جای دیگه هم دیگه پیش این منطقه باشه، در این قاره باشه که تلاش میکنن بالاخره جای دیگر هم بشناسن و بفهمن که در حدود دقیق بگویم 1890 میلادی این طرز فکر که مستعمرات مختلف به یک مملکت وسیع فدرالی مبدل شود شکل میگیره که بالاخره در اول جنوری سال 1901 میلادی سیستم ایالتی در استرالیا به وجود میاد که در حقیقت این روز استقلال استرالیا از انگلستان هم می باشه. پس در این روز است در تاریخ ثبت شده که در حقیقت دیگه اینا از تحت استعمار انگلیس خارج میشن و این روز میشه روز استقلال استرالیا، اونم 1 جنوری 1901. اما تا مدت طولانی استرالیا به گونه مستعمره انگلستان باقی میمانه که آهسته آهسته به شکل یک مملکت مستقل بعداً باز عرض وجود میکنه و تا امروزی که امروز است این کشور دیگه کشور کاملا مستقل است. پس استرالیای امروزی اونمو قاره استرالیا یا کوچکترین قاره دنیاست که تمامشه ما شما شناختیم و فهمیدیم. انشالله فهمیدین؟ بسیار. بیاین درس خود جمع کنیم، خلاصی درسم بگیم، کارخانگی رو باز براتون میگم تمام میکنیم. در درس فعلی خود ما شما در مورد موقعیت قاره استرالیا گفتیم که استرالیا در کجای کره زمین واقع شده. او در جای طول البلد و عرض البلد که گفتم و بعد از او حدود حربه قاره استرالیا رو گفتیم که در 4 سمت شرق، غرب، شمال و جنوب قاره استرالیا کجاها واقع شده و در کل قاره استرالیا در بین کجا واقع شده. بعد از مورد کشف استرالیا گفتیم که مردم‌های مختلف از یونان باستان تا دوران‌های بسیار زیاد نزدیک 1-2 قرن پیش هم استرالیا کشف نشده بوده. بالاخره استرالیا کشف میشه اما تحت استعمار انگلیس قرار می داشته باشه که پیشتر گفتم در سال 1901 استقلال خود میگیره و در تاریخ ثبت شده که دیگه کاملا از استعمار انگلیس خارج میشن و استقلال خود به دست میارن. این تمام گپای بود که درباره قاره استرالیا یا کشور استرالیای امروزی گفته. اما کارخانگیتان نوشته کنین 3 سوال براتون میگم. سوال اول، استرالیا در کدام سال استقلال خود را به دست آورد؟ سوال دوم، استرالیا توسط کی کشف شد؟ سوال سوم، قاره استرالیا در کجا موقعیت دارد؟ این 3 سوال کارخانگی. درس ما به خیر تمام شد. تا که بازم همدیگر را میبینیم تمامتون رو به خداوند بزرگ مسپارم. خداوند نگهدار. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.